آیفون های جدید زودتر از اونی که فکرش رو بکنید قراره رونمایی و معرفی بشن. سلام رفقا، من مثالی ام و خیلی خوشم اومدید جدیدمون. تو این ویدیو قراره بریم سراغ آیفون های جدید، آیفون های 16 که قراره به زودی معرفی و عرضه بشن و یه نگاهی به مشخصات احتمالی و اطلاعات و شایعه هایی که به بیرون درس کرده و قراره که توی آیفون های جدید ببینیم رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم آیا آیفون های 16 جدید پیشرفت خوبی نسبت به نسل قبلی خودشون کردن یا نکردن، کلا چه تغییراتی شامل حالشون شده، تو چه زمینه‌هایی پیشرفت کردن و تو چه زمینه‌هایی هیچ فرقی نکردن و تقریبا همون گوشی موندن. اما اینو بگیم که حدوداً کمتر از یه هفته دیگه آیفون های 16 رونمایی میشن و طبق اعلامیه رسمی خود اپل قراره که 9 سپتامبر یا همون 19 شهریور آیفون های 16 در کنار یه سری محصولات دیگه اپل معرفی بشن و وارد بازار بشن که قراره واقعا اطلاعات خیلی جذابی توی این ویدیو با هم دیگه ببینیم و قراره که توی اون مراسم اپل بترکونه و چیزای خیلی خفنی ازش شاهد باشیم. اگه مثل من میخواید از آیفون های 16 زودتر از هر کسی با خبر بشید، باید بدون وقفه بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. همونجور که بهتون گفتم طبق اعلامیه رسمی اپل آیفون های جدید قراره که روز 9 سپتامبر یا 19 شهریور ساعت 8:30 شب به وقت تهران معرفی بشن و بتونیم یه مراسم خیلی جذابی رو داشته باشیم. اما امیدوارم که در پی این مراسم خیلی جذاب اپل یه راهی هم باز بشه برای ما ایرانیایی که ریجستری گوشی‌های اپل از بین بره، مشکلش حل بشه و بتونیم گوشی‌های آیفون های جدید رو به راحتی توی دستمون داشته باشیم و استفاده بکنیم و ازش واقعا لذت ببریم و دغدغه‌ای اینو نداشته باشیم که ریجستر نیست، آیا آنتنش میپره نمیپره و این مسائل. بعد از 3 سال امیدوارم این مسائل واقعا حل بشه. اما میریم سراغ شایعاتی که به بیرون درس کرده و اطلاعاتی که از این گوشی‌ها داریم. مهمترین تغییری که داریم می‌بینیم توی این آیفون های جدید و محسوس ترین تغییر برای دو نسخه آیفون 16 معمولی و 16 پلاس که توی بخش طراحی تغییر خیلی بزرگ و جذابی میتونن کرده باشن و اون مربوط به پنل پشتیشونه که فریم دوربینا الان چیدمان دوربینا تفاوت پیدا کرده نسبت به نسل قبلی و به صورت عمودی الان دارن زیر هم دیگه دوربینا قرار میگیرن. یعنی به صورت مورب توی نسل قبلی بود، الان دیگه اونجوری نیست و زیر هم دیگه به صورت عمودی دارن قرار میگیرن و دیده میشن که میتونه جذاب باشه و به نظر من یه ترکیبی از چیدمان دوربینی آیفون X، آیفون 10 و آیفون 11 12 که با هم دیگه به نظرم ادغام شده و این پکیج دوربینی رو داره نشون میده بهمون و اپل خلقش کرده. اما جدای از اینا میریم سراغ بخش بعدیمون که توی پوستر رونمایی از مراسم چیزایی که داریم میبینیم نشون میده که انگاری توی این نسل قراره که روز معرفی و رونمایی آیفون های جدید روی هوش مصنوعی به شدت تمرکز بشه و خیلی روش مانور داده بشه توسط آیفون ها و توسط اپل، چون که خب سال قبل هم اینو داشتیم توی نسخه های پرو. اما این نسل احتمالاً قراره که روی 4 تا هر آیفون ها هم 16 معمولی، پلاس، پرو مکس همشون بتونیم که هوش مصنوعی خیلی جذابی رو ببینیم که میتونه خبر خیلی خوبی باشه و خیلی از ادعاها و کسایی هم که تحلیل کردن گفتن که این نسل قراره که هوش مصنوعی تغییر خیلی خوبی توش داده بشه. تغییر احتمالی بعدی که قراره توی آیفون های 16 توی همه مدل ها ببینیم اضافه شدن دکمه اکشن باتم، همون اکشن باتم یا همون دکمه اکشن که قراره این نسل توی همه آیفون ها باشه. توی نسل قبلی فقط روی آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس بود، اما احتمال دادن که روی همه آیفون های 16 قراره این دکمه قرار بگیره و این همون دکمه جایگزین دکمه اسلایدیه که برای فقط سایلنت کردن بود که الان قابلیت شخصی سازی خیلی بیشتری داره و میتونه واقعا دکمه خیلی جذابی از این بابت باشه و اگه روی همه آیفون ها قرار بگیره میتونه واقعا امکان خیلی جذابی باشه. از اون طرف میتونیم بگیم که طبق شایعه هایی که به بیرون درس کرده و تحلیلگرا گفتن قراره که روی نسخه پرو و پرو مکس به یه دونه دکمه اضافه تر و جدیدتر ببینیم که اسمش میشه کپچر باتم یا همون دکمه کپچر که برای احتمالاً ثبت ویدیو و عکس ها استفاده میشه و یه دکمه جدیدی که احتمالاً توی این نسل روی نسخه های پرو آیفون 16 قراره ببینیم و امکان واقعا جذابی هم میتونه باشه. از این دکمه ها که بگذریم میریم سراغ پخش جلویی و حاشیه‌های صفحه نمایش که به گفته خیلی از تحلیلگرا
که واقعا زیادن بودن گفتن که حاشیه‌های صفحه نماییش این نسل توی هر 4 مدل آیفون قراره خیلی کم بشه و اپل خیلی تمرکز کرده روی این که بتونه اون حاشیه‌های کنار صفحه نمایش که واقعا تو مخم هست و به کمترین حالت ممکنه خودش برسونه و از این بابت میتونه که امتیاز واقعا خوبی بگیره اگه بتونه این کارو بکنه. نکته بعدی که وجود داره و قرار روی آیفون های جدید ببینیم، روی بیشتر 2 نسخه‌شون باید بگیم که اندازه صفحه نمایش و پنل جلوییشونه، جایی که اینو میتونیم به شدت دیگه تاییدش بکنیم چون عکسای معاود صفحه نمایش به بیرون درز کرده و دیگه عکس رسمی داریم که الان اندازه صفحه نمایش 4 مدل آیفون چه مقدار قراره باشه. باید بگیم که نسخه معمولی و نسخه پلاس هیچ فرقی نسبت به نسخه قبلی نکردن، یعنی همونجوری که آیفون 15 معمولی 6.1 اینچ بود، الان آیفون 16 معمولی هم 6.1 اینچه. آیفون 16 پلاس الان هم مثل نسل قبلی خودش 6.7 اینچه، مثل آیفون 15 پلاس نسل قبلی، یعنی هیچ فرقی نکردن. اما نسخه های پرو یه مقدار صفحه نمایششون بزرگتر شده نسبت به نسل قبلی. اینجوری شده که الان 16 پرو الان از 6.1 اینچ شده 6.3 اینچ، یعنی 2 اینچ تقریبا بزرگتر شده صفحه نمایش که میتونه یه مقدار شاید جذابتر باشه. از اون طرف آیفون 16 پرو مکس الان از 6.7 اینچ نسل قبلی شده 6.9 اینچ، یعنی توی نسخه های پرو داریم 2 اینچ بزرگتر شده صفحه نمایش و صفحه نمایش بزرگتری رو توشون میبینیم که ممکنه خوب باشه، ممکنه جذاب باشه، ممکنه هم هست که یه سری باش زیاد حال نکنه. البته خیلی هم دیگه فرق آنچنانی هم نیست، اما خب یه مقدار بزرگتر شده صفحه نمایش. از اون طرف میتونیم بریم سراغ باتری، جایی که باید بگیم خیلی اطلاعات زیادی به بیرون درز نکرده که باتریای نسل جدید آیفون ها قراره چه اتفاقی براشون بیفته و قراره چند میلی آمپر باشن یا مثلا چقدر ظرفیتشون بیشتر بشه. اما اینو میتونیم بگیم که آیفون 16 پرو نسبت به نسل قبلی خودش باتری بزرگتری الان داره و تقریبا 300-400 میلی آمپر ظرفیتش بیشتر شده، وگرنه در مقابل بقیه آیفون ها مثل معمولی پلاس یا نسخه پرو مکس اطلاعات زیادی دیگه نداریم که باتریشون چه تغییری کرده. ممکنه ظرفیتش بیشتر باشه اما فعلا نمیتونیم چیزی بگیم تا روز رونمایی. شایعه بعدی که توسط تحلیلگرا گفته شده و بحث هم درباره‌اش زیاده و میتونیم بگیم تا حدودی هم امکانش خیلی زیاده که اتفاق بیفته، وجود دوربین لنز پریسکوپی روی آیفون 16 پرو. روی پرو مکس سال قبل داشتیم آیفون 15 پرو مکس لنز پریسکوپی که میتونست واقعا جذاب باشه و خیلی خوب باشه، اما توی این لحظه احتمال دادن که اون دوربین تلفوتو پریسکوپی روی آیفون 16 پرو هم قرار بگیره علاوه بر نسخه پرو مکس که میتونه واقعا جذاب باشه و چیدمان دوربینی 16 پرو رو خیلی جذاب بکنه اگه همچین اتفاقی روش بیفته، وگرنه ممکنه که همون تلفوتوی معمولی روی آیفون 16 پرو هم قرار بده اپل. فعلا هیچی معلوم نیست تا فقط روز معرفی و رونمایی از آیفون های جدید. اما خبر آخر میریم سراغ پردازنده که طبق هر ساله انتظار داریم که یه پردازنده جدید خیلی خفن‌تر نسبت به نسل قبلی آیفون عرضه بکنه، اپل عرضه بکنه برای گوشی‌های خودش که بتونه به شدت جذاب باشه و این نسل قراره که A18 بایونیک رو روی گوشی‌های جدید آیفون 16 ببینیم که احتمالاً یه دونه A18 بایونیک داریم، یه دونه A18 پرو داریم، یعنی نسخه معمولی و نسخه پرو داریم که نسخه پرو احتمالاً روی آیفون 16 پرو و نسخه پرو مکس قرار بگیره که بتونن بیشترین قدرت سخت افزاری رو توی گوشی بهمون بدن و از گوشی نهایت لذت رو ببریم. اما خب اینم هنوز معلوم نیست، ممکنه که روی آیفون های نسخه معمولی و نسخه پلاس همون A17 بایونیک پروی نسل قبلی رو اپل قرار بده و A18 بایونیک رو نذاره. باز نمیدونیم، اما احتمال زیاد دادن که هر 4 تا مدل گوشی آیفون ها قراره که A18 بایونیک رو روی خودشون داشته باشن. توی این ویدیو سعی کردم تمام احتمالات و تمام شایعه‌هایی که به بیرون دست کرده درباره آیفون های جدید رو بهتون بگم تا با همدیگه به اشتراک بذاریم. علاوه بر این حالا یه سری رنگ جدید آیفون هم هستش که نسخه پرو احتمالاً یه رنگ قهوه‌ای میگن ممکنه داشته باشه و خب رنگ‌های جدیدی هم برای نسخه پلاس و نسخه معمولی داریم می‌بینیم که حالا تا روز رونمایی نمیشه خیلی درباره‌اش صحبت کرد تا واقعا ببینیم که چه رنگایی براش در نظر گرفته شده. اما همین رو بدونیم که واقعا گوشی‌های جذابی میتونن از این بابت باشن و نسبت به نسل قبلی خودشون میتونن پیشرفت کرده باشن. یه سری باگا ممکنه توش وجود داشته باشه، مثلا امیدوارم که نسخه معمولی و نسخه پلاس صفحه نمایششون دیگه از 60 هرتزی بیشتر بشه، یعنی رفرش ریت صفحه نمایش افزایش پیدا بکنه بشه 90 هرتزی یا 120 هرتزی که بتونه تجربه خیلی جذابتری بهمون بده.
اما خب این هیچی معلوم نیست، یعنی احتمال زیاد دادن که همون 60 هرتز میمونه صفحه نمایش، اما باز نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که 60 هرتز یا قرار افزایش پیدا بکنه. امیدواریم که بهتر بشه. اما اینم از این نظر شما چی؟ آیفون 16 ها به نظرتون تا اینجای کار میتونن موفق بشن، گوشای جذابتری شدن نسبت به نسل قبلیشون یا نه خیلی فرقی نکردن؟ دمتون گرم که تا اینجا همراه بودید. خوش اومد، ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید و تا یه ویدیو دیگه مراقبتون باشید. خدا نگهدار.